سوالی دیگر، حاجیان در کعبه لباس پشتشون کشاده میپوشند، این چی معنا دارد استاد جان؟ اکو برادرای عزیز و گرامی، حج خودش ماه مخصوص داره. ببینید در همون ماه ذوالحجه میشه، مثلا در ذوالقعده نمیشه، یا در این آوازی ماه سفر، در ماه سفر حج نمیشه. این حج یک عبادت مخصوصه و در مکان مخصوصه و در روزهای مخصوصه و با خودش لباس مخصوص داره. برای این لباس حاجی ها لباس مخصوصه و این یک بگیم که یک مثالی هم هست که تا همه دانه که ما بین در همون لباس همون سفیدی که یک سانک در گردی همی پشت و شکم ما پیچاندگی است، معناش همیه که شما اگر دنیا که در دستان باشد، این همی سفر شما با همی یک کفنه، این همی یک سانقتی دنیا را پدرود، یعنی با خودت این چیزهایی که داری با خودت نمیبری. دیگر این که این یک نشانه قیامت است. قیامت هم مثل که در اینجا میلیون ها در درون کفن ها پیچاندگی هستند، اونجا تماما با کفن نیست، یعنی اونجا تماما لباس نیست. این هم یک مثال همون قیامت است. برای این حکمت های بسیار دارد، ولی همین قدر دانیم که مادام خدا امر کرده است که لباس حاجی باید همین خیل باشد، تا که البته مقصد زحمت ها داره، مشکلات ها داره، تا مثال با خدای مهربان به آسانی آدم رسیدن نمیتونه، همین هاش درک کنیم، خدا خواهد کفایت میکنه. دیگر سوال، بابا جان من صنف 11 میخونم، طول 1 سال میشود پدرم با من قهر است، او را با آغوش میگیرم میبوسم ولی گپ نمیزند، من چیکار کنم؟ من پدر و مادرها را وقتی که این خیل فرزندایی را که خدا به شما داده است که شما را در آغوش بگیرن، از شما بخشش پرسن، شما این پدر و مادر دل سخت دلسیاه نشوید. شاید این پدر یا شاید این مادر ولی ندیده است که به حرمتی فرزند که ندیده، ولی این نازت این قهرت امی جهته. پدرها و مادرهای را میدانم که فرزندا را دشنام های کوچگی میتن بیزار شدگیان، دعا میکنن که خدای مهربان تیزتر جانش بگیرن. فرزندای هست که مثال چقدر اذیت عذاب و لطقین میکنن پدر و مادرها را. برای همین وقتی فرزندکایی که شما را در آغوش میگیرن، یگان خطا کردن یا لغزش کردن، شرط نیست که در او دیگه همین 4 زانو بوشینه عاقد کردم، من اعتراضی نیستم. فرزند بشنان، او فرزند او بچه او میوه دیل، او را بشنان، مصلحت شده که بچه جان دختر جان تو میدانی که مثال من پدر و مادرم، شما میدانی که آزار ما آزار الله های، بچه جان این کار دیگر نکن که مرا دلم نمیبرداره، بچه جان حرمتم که به قدرم برس. مقصد حاجی را گوش که درباره پدر و مادر چی میگه، یا فلان کتاب بیار، یک کتابک درباره پدر و مادر پر حاضر بیار، بچه میره بخوان ببین پدر و مادر چه حق داره. شما فرزندا را تربیه کنین، فرزندا را آق نکن، فرزندا قهر نکن. این به ضرر میگن همون قهر دیوانه، ضرر دیوانه. شما فرزندا را وقتی شما را آغوش دا بگیرن پیشتون بیا بگه ببخشم، الله را با این تواناییش میگه بخشیدن دوست میدارم. برای این پدر و مادران شما فرزندا را ببخشید، چی لغزشی میکنن ببخشش، نصیحتش کن، انشاءالله همش خوب میشه. الله مهربان توفیق دهد که این خواهرچه ما است یا دادرچه است، مثلا از شما خواهش میکند، عذر میخواهد، شما عذری را خواهشی را قبول کنید، زیرا با ناشکری نشود و بعد در یگان آفت بزنید، هم فرزندت هم خودت. خب سوال دیگر، در مهاجرت در نقلیات یعنی تاکسی باشی، ناخواست ماشینت با صدمه دچار شود و همان شخص وفات کنه،
آیا شهید می شود یا نه؟ یعنی در غریبی برادران عزیز و گرامی، وقتی شما در صدمه میزنین این معنای شهیدی را ندارد، ولی از بس که غریب که هستین انشاءالله هر کسی در غریبی بگذرد درجه شهادت هم میبرد. شما از حساب این مقام و مرتبتون حساب غریبی تونه. لیکن شهیدها را پیامبر نازنین گفت است که از شهدا خمستون، شهیدا 5 نوند، در بعضی حدیث ها 7 نوش هم آمده است. یکم میگه المطعون، کسی که از کسل طاعون یعنی از وبا، از ویروس، این می کرونا ویروس کسی میبرد، این میگه درجه شهادت میبرد. دو میگه المبتون، کسی که شکم درد میبرد یعنی شکم رو میشود، همین هم درجه شهادت میبرد. سه میگه الغریق، سیم کسی که در آب غرق میشود. دیگر نفری که در روایت آمده است کسی که در آتش میسوزد، اینم شهید میشود. و دیگر پیامبر گفتند کسی که زیر یک بنا میماند، یک بگیم دیوال است، چیزی باشد در بالای آدم وقتی چپه میشود، اینم گفتند شهید است. یا کسی که در راه الله کشته میشود، آدمی که برای خاطر دینش، برای خاطر شریعتش وقتی در مقابل دشمن میبراید، وقتی کشته میشود، اینم شهید است. پیامبر گفت کسی از کسلی دق نفس، اسما میگیم، از این مثال دنیا میگذره، شهید میبره. کدام مادری که در حالت فرزند زاییدن از دنیا میگذرد، اینم شهید میگذرد. اینا شهیدن. ولی کسی در صدمه دچار میشود، مقصد اینها را شهیدم که نباشند، لیکن انشاءالله درجه مؤمنی میبرین کو، درجه مسلمانی میبرین کو. اگر غریب باشین انشاءالله شهید شما. الله مهربان حفظتان کنه. خدا هیچ وقت در این آفت‌ها و در این مصیبت‌ها شما دچار نشوید. سوال دیگر، در نماز جماعت وقتی آمدیم که رکعت آخر در التحیات هستند، آیا نیت کنیم یا نه؟ یعنی وقتی میاییم که در نماز که مردم در آخران رکعت نشستگی و تشهد میخونند، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات، همین را میخونند. در همین حالت که آمدین، اگر نماز چی 2 رکعته باشد یا چی 4 رکعته باشد، چی 3 رکعته باشد، شما برابری آمدن، همون آمدن تو خودش نیت های. شاید نیست بگی نیت کردم بگذارم 3 رکعت فرض نماز شام روی آوردم به قبل دیگر. همین آمدی الله اکبر تا بگو، دستات تا همین نرمی های گوشت بردارو، دستا همه انگشتا طرف قبله و الله اکبر بگو، راست برا بشی. زیرا اطاعت امام در مذهب خودمان واجبه. نشستی تشهد بخوان، تحیات بخوان، دروداش هم بخوان. وقتی که اونا سلام دادن تو سلام نتی، ایجاد بخیز، چند رکعته که باشد همون نیتی کردگی خودش علاقه قبوله. دیگر همون فاتحه را میخوانی، اول همون سبحانک اللهم را بخوان، بعد سوره فاتحه را بخوان، زمین سوره را بکن، دیگر همون ترتیب نماز رفتن بگیر. نیتش ضرورت ندارد، الله اکبر بگو بسه. خب اینجا در سوال دیگر آمده است، طرز نماز حاجت را بیان کنید. یک نمازی هست برادرای از به نام نماز حاجت. آیا همین نماز حاجت چگونه خوانده می شود؟ بازی در دست من سنن ابن ماجه هست. در همین سنن ابن ماجه خب میبینیم میگه باب ما جاء فی صلات الحاجه، یک باب دارد همین سنن ابن ماجه به نام صلات حاجت، نماز حاجت. اینجا دخیل که دیگه همه این راوی را من از
سوید ابن سعید آمدگی تا دیگر از پیامبر میگه من کانت له حاجت الی الله او الی احد من خلقی، اگر میگه شما حاجتی داشته باشین به سوی الله یا حاجتی داشته باشین به سوی یکی از بندهای خدا، یا حاجتی میبراید یا ضرورتی میبراید، چو کندر کن فلیتوضا ولیصلی رکعتین، طهارت کن، میگه 2 رکعت نمازی حاجت بخوان. ثم لیقول، بعد از اون وقتی که بود کردی نمازی که بود کردی 2 رکعت، 2 رکعت نمازی نافله، نگیم 2 رکعت سنت بامداد بگیم، فقط همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت نمازی حاجت، روی آوردم به قبله، مثلا قبله به جهت کعبه، الله اکبر، بعد از اون 2 رکعت میخوانی، رنگ همین نمازهای گفتم که سنت میخوانیش، بعد از اون که بود کردی بعد میگه همین دعا را بخوان، لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم انی اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. این دعا را که خواندن، بعد همین دعا را خواندن برادرها و خواهرای عزیز، همون چی مقصدی که داشتین، همون چی نیتی که داشتین، چی حاجتی که بود، حاجت فرزند بود، حاجت مقصد یگان مبلغ بود، حاجت یگان خانه بود، حاجت یگان آشتی کردن بود، حاجت یگان سفر کردن بود، بعد از اون دعا را کردی، بعد همه را از الله مهربان بخوا، انشاءالله خدای مهربان طریق نمازش پیامبرمون به ما تعلیم داد، خدا خواهد ثواب میگیریم. اینجا در گفته است که بابای حاجی همین نامهای الله چند تا هستند، نامهای الله مهربان چند تا هستند. در اینجا حدیثی هست جناب بخاری و مسلم میارد، میگه این لله 99 اسما، از برای الله مهربان 100 الا واحده، از برای الله مهربان 99 نام است. من احصاها دخل الجنه انه ویتر یحب الویتر. برادرای عزیز، میگه هر کسی که همین 99 نام از یاد کند او داخل جنت می شود. شما در اذکار صبح، یعنی ذکرهای سحر، در همین ها را اگر از خود کنید بهترین می شود. ببینید در بسیاری از کتاب ها هست، شما از اینترنت هم میتونید نویسین نامهای خداوند، خودش میبراید. همین را نویسین. ببین من حاضر برای شما میخوانم. هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب. این خیلی آمده برادر عزیز، همینجا 99 نام از نامهای الله هست. شما هر سحر باید این را خوانین. اگر حفظ کنین، پیامبر میگه کسی حفظش کند او داخلی جنت می شود.
من در اینجا صحبت من برادران عزیز قطع میکنم، زیرا که گفتم که در ابتدا که تا توانایی من، تا چقدری که قوتی که دارم من برای شما صحبت میکنم. مادامی که در خودم خستگی را احساس کردم زین لحاظ صحبت قطع میکنم و انشاءالله باز در روزهای نزدیک سوالهای باقی که در پیشم دارم من برای شما انشاءالله جواب میگردانم. الله مهربان همه شما را عمر دراز دهد، ایمان کامل تون دهد. خدای مهربان خیر دنیا و آخرت نصیبتون گرداند و انشاءالله در این لحظه ها اشتراک کردن شما، همچنان در این لحظه ها گوش کردن شما برای فایده جان شما در دنیا و در آخرت است. الله مهربان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.